گفته فقط بو که اینو حقه، این قرآن حقه، کم زیاد نشده. همون بردهداری که اومده و چون میگفت چرا اسلام لغو نکرده بردهداری رو، تو بگو اصلا اسلام لغو نکرده ولی حق، منم همش رو میگم حق و دست از همه اون تحقیقاتی که در همه عمرم داشتم برمیدارم. خب آقا اینا واقعا چیزهاییست که آدم اگر بخواد دقت کنه درش ممکنه با آسونی از کنارش رد بشیم، ولی ببینید این انقلابی که در قلب انسان ها اتفاق میفته این یک معجزه است که ارزشش از اون شق القمر و شکافتن دریا و اینها بالاتره، بخاطر اینکه اونها حالا درست از عهده هر انسانی بر نمیاد، اما به هر حال اونها یک تصرف در ماده است، اما این یک تصرف در قلبه. قلب بچرخه از طرف دنیا و جذب دنیا، بچرخه بره به طرف خدا و جذب خدا و محبت خدا. این واقعا من خیلی وقتا اینو به دوستان میگم که همون کسانی که خب یقظه همینه دیگه، یقظه همینه که قلب یک چرخشی میکنه، یک جذبی میاد از طرف خداوند و قلب رو برش میگردونه به طرف خودش. من میگم همین کسانی که این یقظه برای اونها حاصل شده یک اتفاقی در درونشون افتاده، خداوند یک نعمتی به اینها داده که اینها اگر تا آخر عمر هم سرشون رو بر خاک بذارن، پیشانی بر خاک بذارن و شکر این نعمت رو بکنن نمیتونن، چون نمیفهمن چه چیز در درونشون اتفاق افتاد، به اهمیت اون واقف نیستن. قلب منقلب شد، در قلب انقلاب ایجاد شد، قلب چرخش کرد، قلبی که به طرف دنیا بود حالا رفت به طرف خدا، قلبی که محبت دنیا رو داشت حالا رفته و محبت خدا رو به دست آورده. و خیلی مسئله مهمیه که همونهایی هم که دچار یقظه میشن و این حالت براشون اتفاق میفته نمیتونن اهمیت این رو به خوبی دریافت کنن. اینه که بله اینجا همش معجزه است، همش به هر حال چیزهای آدم میبینه و که خیلی هاشو اگر برای کسی نقل کنی باور نمیکنه، مگه میشه چنین چیزی؟ ولی خب اتفاق افتاده شده. و حالا مخصوصا هم که ما به تهران اومدیم با یک مسئله دیگه مواجه شدیم که این مسئله رو ما اون سالهایی که در سبزوار بودیم اینو نداشتیم. کسانی که دوستانی در سبزوار در خدمتشون بودیم خب اینها نه تا اون زمان وارد عرفان شده بودن، نه وارد سلوک شده بودن و اون کار خودشون زندگی خودشون رو داشتن. خب این بعد دیدن این صحبت ها، این مطالب یه جور دیگه است، خب مشتاق شدن اومدن و خب بعدم البته بله. اما در تهران که اومدیم کسانی که اینجا ما با اونها برخورد کردیم اینها اکثرشون، خیلی هاشون، حالا اکثرم نه ولی کثیری از اینا قبلا رفته بودن، گشته بودن، بسیاری از سلسله ها رو دیده بودن، این عرفان های نوظهور رو دیده بودن، چه بسا در خارج از کشور اینها در همون مجموعه های عرفانی بودن و با یک تجربه خیلی زیادی نسبت به سلسله های عرفانی، حالا چه سنتی چه این عرفان های جدید، اینا گشت و گذارشون رو کرده بودن و آشنا بودن و اینها آمدند و بله جذب اینجا شدن و همه اونها رو رها کردن. خوبی خیلی ارزش داره، یعنی کسی که واقعا رفته دیده همه اینها رو و چه بسا سرمایه هایی گذاشته بودن، پول هایی خرج کرده بودن، یه مرتبه همه اونها رو رها کردن و آمدن اینجا. خب این خیلی مهمه که بالاخره مقایسه کرده، چه در خارج از کشور چه داخل کشور اینها رفتن، مرام های عرفانی رو دیدن و بودن با اونها، ولی خودشون اونجور که نقل میکنن میگن هیچگاه اینها ما رو پر نکرد، اینا هیچگاه نتونست اون آرامش رو برای ما بیاره. اینجا که اومدن دیگه اینجا زمینگیر شدن، اینجا دیگه ماندگار شدن،
و فهمیدن که نه، جنس مسئله اصلا جنسش فرق میکنه. و این بود که خب بله، این تجربه واقعا تجربه با توجه به تجربیاتی که داشتن قبل، این تجربه رو احساس کردن که یک تجربه دیگره. و این خب برای من خیلی ارزش داشت. در این چند سالی که من در تهران بودم و با این مسئله مواجه بودم، خیلی از اینها عرفان حلقه بودن و نمیدونم، یا اون عرفان های اروپایی و اون اکنکار و عرفان سرخپوستی و از اون خیلی زیاد، خیلی فراوون، عرفان های هندی و بعد از گشت و گذاری آمدن اینجا و اینجا دیگه نشستند و تکان نخوردن از جاشون. بله، اینه که عرض میکنم اینجا هرچی که ما دیدیم معجزه بود. هرچی که دیدیم واقعا چیزهایی بود که شاید اگر قبل از آمدنم به تهران اینها رو کسی برای من میگفت که چنین اتفاقاتی میفته، خودم باور نمیکردم. ولی خب آمدم و به چشمم دیدم و باور کردم که یک دستی پشت این مجموعه هست، یک دستی از غیب، و واقعا این مجموعه مورد عنایت خداوند، امام زمان علیه السلام اینها هست که اینطور تأثیرگذار هست و اون انقلاب قلبی رو در افراد ایجاد میکنه. بالاخره هرچی از خودشون هستن، خداوند، اون ولی اعظم خداوند حضرت امام زمان علیه السلام که ما به هر حال داریم دعوت به ایشون میکنیم، مردم رو ما هم داریم همه رو دعوت به امام زمان میکنیم. به هر حال ولی مطلق دوران ایشون هست و مردم باید، البته خب اون سیر قهری و تکوینی هست، همه موجودات، یک تکه سنگ هم داره اون حرکت جوهرش رو به سوی امام داره ولی داره حرکت میکنه و سیر میده. منتها باید انسان آگاه بشه از این مطلب، غیر از اون حرکت تکوینی و قهری که داره، باید یک حرکت آگاهانه هم به سوی امام داشته باشه. امام مرکزه، امام رأسه و محوره و باید به هر حال همه. و اینه که خب ما در این مجموعه تنها کاری که انجام میدیم دعوت به ایشون هست و سیر دادن و اینکه بالاخره این آگاهی انجام بشه در دوستان که ایشون باید به عنوان اون مرکز قله، اون قله و اون مرکز در نظر گرفته بشه و اگر کسی به اون روحانیت امام رسید به خدا رسیده. این خلاصه حالا یک بله مطالب بود، حالا تو ذهنمون بود در این مورد این سوالی که شما فرمودید خدمتتون عرض کردیم. دست شما در نکنه. حالا نمیدونم یه سوالی هستش، اگر دوست داشتید اینو جواب بدید، اگر هم که دوست داشتید جواب ندید حالا ببخشید. حالا تو این حالا اونجوری که حالا از زندگی نامتون ما متوجه شدیم، هلوهوش فکر کنم 40 یا 42 سال شما تو این مسیر، حالا از حتی قبلترش تو این مسیر حرکت کردید. حالا 18 سال یا 19 سال حالا شروع سخنرانیاتون در سبزپای 18-19 سال پیش بود. مثلا آیا هدف خاصی رو یا مثلا یا آرزوی خاصی رو مثلا وقتی که شروع کردیم به این فعالیت حالا در این دوره مثلا داشتید که مثلا بشه بیان کرد، حالا یا اینکه حالا نمیدونم سوالم به جا هست به جا نیست، حالا چقدر اون آرزویی که داشتید محقق شده؟ حالا کسانی که حالا اومدن دورتون چقدر رضایت دارید ازشون؟ یا مثلا بله، عرض به خدمت شما که ما خوب ورودمون به طور رسمی به این وادی سلوک سالهای تقریبا 60-61 اون وقتا که بله، حالا قبلش هم به هر حال خوب کسی که معمولا یک استعدادی در این راه داره، از همون کودکی این استعداد گاهی یک ظهوراتی داره برای انسان. اما خب من واقعا از اون سن 15-16 سالگی یک جذب شدیدی نسبت به این مسائل در خودم میدیدم و از همون زمان من مطالعات عرفانی رو حالا در همون سطح فهم خودم شروع کرده بودم و بله. منتها خب به طور رسمی ما از همون سالهای عرض کردم 60-61 اینها وارد شدیم و
رفتیم به قم، همزمان بود با رفتن ما به قم برای تحصیل و آشنایی ما با مرحوم مغفور حضرت آقا شیخ علی آقای پهلوانی عظم الله ذکره العزیز. آشنایی ما با ایشون بود و یادم میاد که یکی از دوستان که ایشون سال قبلش خدمت ایشون تشریف برده بودن به عنوان شاگردی، خب به من گفتن که گفتم به هر حال چجوری میشه رفت و نه، ازش خواستم که یه روز در معیت ایشون بریم خدمتش. به هر حال چون خب اونها رفته بودن و آشنا بودن اینها، گفت خب هر کس که میخواد خدمت ایشون بره و به عنوان شاگردی، ایشون در اون جلسه اول سوالاتی میپرسه ازش، اگر تشخیص داد که از روی اون سوالات بالاخره تشخیص داد که این آدم اهلشه میپذیره و الان نمیپذیره. گفتم حالا سوالات چیه؟ گفت باشه یه روز یادم یه روز از تو خیابون‌ها قم راه میرفتیم و ایشون برای من اون سوالات رو میگفت و منم جواب میدادم و اینجوری که یک آمادگی باشه. و من اون فردا که این دوست ما با حضرت آقا صحبت کرده بودن که کسی هست میخواد بیاد خدمتتون و ایشون هم فرموده بودن که فلان روز بیاد. خب حالا طبیعی بود منم خیلی ترس و دلهره داشتم، خیلی اضطراب داشتم. گفتم اگر اولا اضطراب از دو جهت بود، یکی از این که خب مواجهه با چنین انسانهایی خود به خود برای آدم یک اضطرابی میاره و از جهت دوم که خب اگر نپذیره چی؟ همون سوالات رو هم در ذهن خودم هی مرور میکردم و جوابهایی براشون درست میکردم و نه، تا اینکه به هر حال اون ساعت موعود فرا رسید و من بازم به اتفاق همون دوستم رفتم منزل ایشونو. بعد این دوست ما گفتن که ایشونه اون کسی که قرار بود بیاد خدمت شما و بعد دیگه خودش رفت، خود اون دوست ما رفت دیگه. گفت من میرم کوچه منتظر وای میستم تا اگر مطلب خصوصی چیزی بخوان ایشون بگن بهت من نباشم اینجا. گفتم باشه. ایشون رفتن و حضرت آقا هم گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم این دستورالعمل ها رو انجام بده. حالا من منتظر که ایشون سوال کنه از ما، هیچ سوالی نکرده از ما و فقط همون اون آقا که رفت ایشون هم بله بسم الله الرحمن الرحیم و این سجده یونسیه رو انجام بده، این مراقبت رو داشته باش، این امثال اینها بخره دیگه. حالا ما از خدمتشون مرخص شدیم، اومدیم اون دوستمون رو تو کوچه دیدیم و گفت چی شد؟ گفتم چون که سوال نکرده از ما که اون نمیشه که هر کی میره سوال میکنه ازش. گفتم دیگه والا از ما سوال نکرد. گفت چی؟ گفتم هیچ، سری دستورالعمل هایی داد به ما، گفت اینها رو برو انجام بده. و اون آقا تعجب کرد که چی شد که بالاخره باب رفت آمد ما منزل ایشون باز شد و خودشون 1 ساعت به غروب می نشستن منزل برای کسانی که اینها کسی حالا خوابی دیده بود، حالی براش پیش اومده بود، مکاشفه‌ای داشت، هرچی، برای اینکه جواب بدن به اونها. خب تا اینکه تقریبا 1-2 ماهی که گذشت بعد فرمودن که یک جلسه خصوصی هم هست شبهای دوشنبه بیا شما هم. دیگه اون جلسات خصوصیشون هم راه پیدا کردیم و خب اونجا مطالب مهمتری رو مطرح میکردند. حالا به هر حال این مراوده بود و